وادی معنوی و روحانی، مذهبی عشق باوری یغناب. نگذاریم پای ناشسته، نگذاریم پای ناشسته به زمینی مطهری یغناب. باز یکی از جشن‌های بزرگ در این منطقه که اهمیت برای تمام ملت ما دارد، کشاده شدن راه، کشاده شدن پول. ما میخوام اینا کپروک نگویم، این پول است که اگر امیره کپروک گویم گناه میشه، چون که این پول ملی است. خب این پول است که بین امروز ما و گذشته ما، چون که این به یک وادی اصالت ما، به یک ریشه ملی ما، به یک سرزمینی که در اینجا یک پاره از همون تاریخ زنده ما باقی مانده است راه شد. موزه های ما پر از سفال است، پر از کوزه است، پر از آثار است. ما آثار مادی قدیمه داریم، ولی آثار زنده فقط همینجاست. فقط همینجا ما داریم که از تمدنی سوغدی چند هزار ساله هنوز زبان زنده است، فرهنگ زنده است، انسان زنده است. بله از نظر اقتصادی شما میتونید چی شرح دید، ولی از نظر ملی این پول بسیار مهم است. بنابراین همین ایده را رئیس فرهنگ پروری ولایت، رئیس معرفت پروری ناحیه، وزیری بسیار با سواد و با معرفتی راهسازی که ما داریم حمایه کردن، این را ساختن، سرمایه جلب کردن. من میخواستم که از نام اتفاق نویسندگان، از نام اهل ادب، از نام نمی شاعران بزرگی که اینجا هستند، از نام استادان صنعت مخصوص تشکر خود را رسانیم. بینیدم یک بیننده یغناب چه خیل میبیند. این کشوری کوههای بلند، این سرزمین بینید، ما همینجا نگاه میکنیم او تیغه ها را نگاه کنید، هر یکی خنجری ملت ما است، هر یکی برجی ناموس تاجیک است، هر یکی بلندی دیوار استقلال ما است. باره کوه، باره نمین تیغه است، باره کوه پیکری یغناب، لاله دشت ساغری یغناب. بوی هلبو به مشک می بیزند، در فضای معطری یغناب. ما امی پودینه هست در امی یغناب میگن هلبه، هلبه. ما پودینه را کم ترک گرفته چای میکنیم. امی دفعه من یغناب اومدم که امی پودینه مثل بیده درو کرسده است، حتی به بوز و گوسفندش میتید، تمام فضا را بوی پودینه گرفته است. برای این مصره را ما نساختیم، این همی خود یغناب ساخته. بوی هلبو به مشک میبیزند، در فضای معطری یغناب. هم هست؟ بیگمان پشت کوه قاف اینجاست. ما کودک بودیم میگفتن که یک جای هست پشت کوه قاف، در اوجا پری ها زندگی میکنن. هم خیلی هست در افسانه. پری ها یعنی نمی پری چهره های یغناب، پری چهره های انزاب در نظر دارد. کجاست اوجا؟ اینجا میای میگی امی پشت کوه قاف شنیده بودم، یقینا همیجاست. بیگمان بیگمان پشت کوه قاف اینجاست، خواجه خیزر رهبری یغناب. و میگفتن که هم یک موسفیدای نورانی شفاکار اگر دستت سلام کنه الکی وجودت پاک میشه. این موسفیدای پاک یغناب. بیگمان پشت کوه قاف اینجاست، خواجه خیزر رهبری یغناب. یک دلی تنگو یک دری بسته، نیست اندر سراسری
یغنو. سنگری زندهی وطنداری. سنگر یعنی جبهه. اینجا یگون دشمن گرفته نمیتونه، زیرا هر قلهش یک سنگر است. سنگری زندهی وطنداری، تیغه تیز خنجری یغنو. چشم سبزش نگین سلطانی. نگین سلطانی چه است؟ در دوره شاه سلطانا یگان گوهر سبز بود که و فقط سلطان داشته میتونست. امروز همی دخترای یغنوب دمانده است تمام. بنابراین چشم سبزش نگین سلطانی، شاهبانوست دختری یغنوب. گردنش پاستون آزادی، آریایی است گوهری یغنوب. اگه باز کمی میبینی منظره چگونه ترک شدن و خالی شدن این وادی. هر سنگ یک خاطره دارد، هر مرمر مثل یک کتابی افسانه های ترک شده، داستان های رفته از یاد است. ورقی سنگی مرمری یغنوب، از سکوتی مزارها پرسی. چه گذشته است از سری یغنوب. دور قشلاق های ویرانه، می تند روحی پرپری یغنوب. بدری خانه های بی آدم، انتظار است مادری یغنوب. رخت بسته است نازنینانش، ناله کن رود شرشری یغنوب. یادگاری بلندی تنهایی است، در شخی سنگ ارعری یغنوب. بعضی قشلاق ها میرید همو درخت ها ایستادن، خانه ها ایستادن، سنگ ها ایستادن. او درخت ها می شناختن اما آدمایا، انتظارن که همو باز می آمده باشه. او سنگ ها می شناختن هر کسا، انتظارن که باز می آمده باشه. بنابراین میگن که یادگاری بلندی تنهایی است، در شخی سنگ ارعری یغنوب. خب وقتی سرزمین گنج، گنج در گنج ثروتی ملی، خفته در زیری بستری یغنوب. خشت این مردم از طلا گردد، گر برون آوری زری یغنوب. 9 کان طلا است در اینجا. دوره شوروی کشف شده است، مهر شده مانده است. این نصیب شما انشالله راه شود، کانای طلا کشاده شود، یغنوب از شویتسر هم بهتر میشد. حالی که بهتر است، حالی طبیعتش، آبش، مردمش، محیطش بهتر است، ولی شرایطش هم بهتر میشد. شرایطش هم بهتر میشد. خشت این مردم از طلا گردد، گر برون آوری زری یغنوب. یعنی کارخانه هاش که به کار درآیند. وادی معنوی و روحانی. حالی جد گپ بسیار است، ولی در همین جاهای ما یک روایت هست، نمیدونم حقیقت باشه یا نه، میگن که همین علم کشمیری فقط در همین یغنوب ماندگی است. همین است؟ یعنی که امون شیخا و موسفیدا و دانشمندای بودن که یک علمهای فوق البشری را حتی میدونستن. اینجا همین جای ما هست از ملاهای یغنوبی که حتی مثلا دل آدم‌ها را به هم دیگر گرم میکنن با یک آیت، با یک سوره. اگر کدام عروس و داماد یک دیگر نقض نبینن، میگن که پیش همین ملای یغنوبی بر گرم کند. یک گرم میکنه، با عاشقا هم دیگر دوست میده. این قدرت است، این قدرت روح است. وادی معنوی و روحانی، وادی معنوی و روحانی، مذهبی عشق باوری یغنوب. نگذاریم پای ناشسته، نگذاریم پای ناشسته به زمینی مطهری یغنوب.
خنده عارفانه خاص است، خنده عارفانه خاص است به فقیر و توانگر یغناب. همش همین اون سال ما آمدیم، امو مردی که پودینه میدروید و بند میبست، همراهی استاد عطا میرخواجه مرا یک صورت گرفتن. صورت امو را موندیم، باور کنید از امریکا، از اروپا، از تمام آلمان، فرانسه در تکش نوشتن که همین آریایی همین است. همین صورتی که شما مونده عالما میگفتن که چهره آریایی کدام است، همین موسفید است. و یک خنده زیبای عارفانش تمام جهان را تسخیر کرد. این من نبافتم، من همین نوشتم که خنده عارفانه خاص است به فقیر و توانگر یغناب. 7 پیری طریقت از اینجاست، 7 پیری طریقت از اینجاست، رهنما شد قلندر یغناب.